الكفر والشرك في أفعال الله سبحانه وتعالى. والكفر والشرك في أفعال الله سبحانه وتعالى، يعني الكفر والشرك در أفعال الله سبحانه وتعالى. شرك أو كفر دي الله سبحانه وتعالى بكرونه ده صنور قسم. القسم الأول قسم أول إنكار كل الأفعال، إنكار كل الأفعال أو بعضها. قسم أول إنكار تمام الأفعال یا بعضی أفعال إنکار می‌کنه. مثلا معتزله بسیاری از صفات الله را صفات معتزله رد می‌کنن. یا قسم به نام جهمیه میگن المعتزله و الجهمیه و من شاکلهم و شابههم. و من شاکلهم یعنی معتزلیه و جهمی ها یا کل افعال رد میکردن و کسایی که هم شکلشان هستن و منکر میکنن. القسم الثاني نسبة أفعال الخالق إلى المخلوق، نسبت دادن افعال خالق و مخلوق. ده خالق کردن و نسبت اول مخلوق ده او طلب افعال الخالق من المخلوق، یا طلب کردن افعال خالق از مخلوق است. القسم الثالث أو طلب أفعال الخالق من المخلوق، يعني خالق ذكرون طلب المخلوق. القسم الثالث بخش سومی چی بود؟ کیفیت پرسیدن یا کیفیت دادن و یا تمثیل هم مثل مشابه قرار دادن افعال خالق متعال با افعال مخلوق. ده الله کرونو تا کیفیت ورکول سرنگوال مثلا وای چه ده الله استوا سرنگا ده بیا دوی تشریکی چه داسه ده و حسه ده و حسه ده باز بیا بیرتر ردهی بیا وای چه هیچ نسته ده تمثیل وای. القسم الرابع بخش چهارم سلورم برخه ازدياد بعض الافعال باش که اگه نکی باز نمی صرف نحو ما کم ما میگیره. ازدياد بعض الافعال التي لم تثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. صحیحش باید قید باشه، چرا احادیث باید صحیحه باشه. زیاد کردن بعضی از افعالی که در قرآن و سنت ثابت نیستن. ده الله سبحانه و تعالی دکرنو یا او بعض ده کرنی او افعال چې په قرآن او سنت کې ثابت ندي، دا د خپل زړه لکه وایي چې عاشق کېدل و معشوقه کېدل و خمار کېدل و داشتن در گمراه شاعران چې اکثر خلق په دوی باندې غلطیږي. الشعراء یتبعهم الغاوون، اکثر شاعرها را کی پیروی میکنه؟ مردمای سرکش. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. شاعرها در هر چیز دست میزنن و چیزایی را میگن که او را عمل نمیکنن. یک مشکلشان خیلی است، یعنی زیاد کردن بعضی افعال برای الله سبحانه و تعالی التي لم تثبت في الكتاب والسنه. او نه در قرآن او فعل آمده و نه در سنت. اینا چی میکنن؟ از دل خود گفته میره. خودشان خو مشرک و کافر میشن
و کسایی که از یا پیروی هم میکنن دمی بلا مبتلا میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادران عزیز، خواهرای محترم، الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله که بازم الله متعال بر ما و شما فرصت داد و وقت داد که در جلسه از جلسات شناخت خالق متعال قرآن بشناسیم و الله به وحدانیتش بشناسیم. این توفیق از جانب الله هست. در انسان بسیار خوشحال باشه در عصری که تعصبات است، تبلیغات بسیار خطرناک است، بدنام ساختن اسلام است، دسیسه ساختن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه هست و بدنام ساختن علمای اسلام است، تا که مردم از این عقیده توحید از یا کاملا چی باشن؟ دور باشن. انال کسانی که لهم قلوب لا یفقهون بها، کسایی که الله برشان قلب داده لکن با قلب خود حق درک نمیکنن، با چشمای خود نمیبینن، با گوشای خود نمیشنون و از عقیده توحید دور میمانن. اما کسایی که الله متعال برشان من یرید الله به خیرا، الله برشان خیر اراده کرده، اینا را فقیه در چی میسازه؟ در دین میسازه و در فقه اکبر میسازه. در فقه اصغر زیاد مردم است، فقه اکبر بسیار مهم است. چرا که اگر کس عقیده درست نداشته باشه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن، الله میگه در قیامت برشان هیچ وزن نمیمانیم. همین ترازوی میزان برای موحدین است، اعمال موحد حساب میشه. اعمالی که با توحید نباشه هیچ حساب نمیشه. اگر روزانه 10,000 مرتبه تسبیح بگویه و 10,000 رکعت نماز بخونه، موحد نباشه، عقیده توحیدش مشکل داشته باشه، برازوی هیچ ترازوی میزان گذاشته نمیشه. هیچ. برش میگه تو مشرک هستی برو راه سرازیم دروازه یک در دوزخ. صراط هم برای مؤمنین موحدین است. متوجه هستین؟ ترازوی میزان هم برای مؤمنین موحدین است. دیگه جنت هم برای مؤمنین موحدین است. او دیگه کس هم تو رو به دوزخ میرن. پس الله برای کس که خیر بخواه او را عقیده توحید میده و عقیده توحید انسان وقتی حاصل میکنه که او را از کلام الله بگیره. از کجا بگیره؟ از کلام الله و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیره، سنت صحیحه. اما اگر قصه های از شیرها بگیریم، یک روز یک شیر یک کس خوان در 4 بیتش 4 تا شرک بود. علی شیر خدا دردم دوا کن. این دعا به مخلوق است، دعا هو العباده. این طلب میکنه که یه علی شیر خدا چی کن؟ درد مرا چی کن؟ دوا کن. در حالی که درد ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ و اذا مرضت سایکو در بیت اولش یک شرک. صحیح؟ علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلف. ایواز که به الله مستقیما مناجات کنه، میره به او مناجات میکنه، او طرف میبره. یعنی در یک سایکو شاعر در یک 4 بیت خود 4 دفعه در شرک داخلت میکنه. چراغ روغنی نظرت میده. نظر عبادت است و عبادت به غیر الله چی است؟ شرک است. به هر جا لوده هست دردش دوا کن. اینال ایره هم سعی کنید در هر بیتش که تحقیق کنی پیدا میشه نمیشه. این از این خاطر میگه الشعراء و یتبعهم الغاوون. خب به هر صورت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. شرک و کفر در افعال الله ما و شما خواندیم. دیروز شروع کرده بودیم که به 4 قسم در افعال الله متعال شرک داخل میشه. این مرض ها را، این میکروب ها را درک میکنیم. وقتی که درک کردیم ان شاء الله تعالی خود از این شرکیات حفظ میکنیم.
دی الله سبحانه تعالی په افعالو کې څلور قسم شرکونه دي. نو مونږ غواړو چې دا څلور قسم وپیژنو او ځان له دغسې شرکونه او داسې شرکونو نه ځان وساتو. ځکه که په مکروب ونه پیژنې، مرض ونه پیژنې، په مرض کې مبتلا کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه کسی که جاهلیت نفهمید اسلام نمیفهمه. عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ څه وایي؟ څوک چې جاهلیت ونه پیژني اسلام پیژنده نیستی. اول باید جاهلیت رو بفهمی، رواجای جاهلیت رو بفهمی که یا چی مشکلات دارن، از او خاطر از مشکلات از او خدا خلاص کنی. ادب از کی آموختی؟ از بیادبان. هرچی که بیادب که تو کار نکن، بسیار باادب انسان هستی. خب قسم اولش انکار کل افعال بود که تمام ایره دیروز ما و شما تشریح کردیم. قسم دومش نسبت افعال خالق به بعضی مخلوقات بود که ما و شما گفتیم که اولش مثلا نسبت دادن مثلا شرک در فعل خالق است. شرک در فعل خالق است. کدام فعل خالق؟ فعل خلق کردن. ایرم دیروز خواندیم، تکرار نمیکنم. دومش شریک کردن مخلوق در فعل تصرف و مالکیت. الله متعال مالک است، اینا در این فعل الله چی میکردن؟ مخلوق شریک میکردن. مالک متصرف، بعضی اوقات تصرف به چی میتن؟ مثلا میگه که مخلوق میتونه در طبیعت تصرف داشته باشه. فلانی نفر مهتاب نگاه میکنه، فلانی شخص آفتاب نگاه میکنه، فلانی شخص کابل نگاه میکنه، فلانی شخص هرات نگاه میکنه. نسبت دادن تصرف الله کل از این مناطق کی حفظ میکنه؟ الله. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. الله تعالی آسمان و زمین نگاه میداره. دوم مشکلشان چی بود؟ حق تصرف در تشریع هست. حق تصرف در چی است؟ بعضی کسا بر مخلوق صلاحیت میده که چی بسازن؟ قانون برش بسازه، شریعت برش بسازه، حلال و حرام برش تعیین بکنه. یک وقت ما در هندوستان رفتیم، در سر میز شراب مانده بدن. یکی از استادای ما در این پانتون برام پوهان صاحب زدران این خیس بر از رئیس پانتون گفت که ما را میمان میکنی، شراب چون اینجا ماندی؟ ما را رئیس پانتون میمان کرده بود، بر ما شراب نماند. گفت نه، ایره دموکراسی است در اینجا در هندوستان، ایره دموکراسی را حلال کرده. العیاذ بالله خدای از اونا دموکراسی است. بنابراین ما نمیتونیم که این قانونی را که برای ما پارلمان ما فیصله کرده ما ایره تغییر بدیم. اگر نمیخورین دلتان، لکن قانون ما را ما نمشکنانیم. پس اینا حق تشریعی را که مالک متصرف الله هست و شریعت الله تعیین میکنه، اینا بر کی میتن؟ بر مخلوق میتن. حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم. کو که اینجا کدام کلمه الله یا خدا استعمال شد؟ ها؟ متوجه هستی؟ یعنی چیز. خب سومیش ادعای حق تصرف تمائم. تمیمه چی را میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و من علق تمیمتا فقط اشرک. بعضی کسا میگه اینی مورگه که ما در گردن من انداختیم که اولاد ما را نگه کنه، اینی توماره که انداختیم، اینی سنگک، اینی چوبک. متوجه هستین؟ بعضی موراهای دریا را میرن، اینی را میرن. حق تصرف بر کی میتن؟ بر مخلوق میتن. دیر خلق بابو گوری شده ماشوم په ورنای باندې دغلته ورته مری خیده پختنه ورنکه چې دا څه کوي؟ دوی دغه مری ته د الله صفات ورکوي وای دا ساتي، دا له بلاونه ساتي، دا مری ډیر داسې پاکه مری ده، دا ډیر کارونه کوي سي. څنګه حق تصرف الله را به یک موره میتن. رسول الله صلی الله علیه و که من علق تمیمتا فقط اشرک. کسی که امیر اویزان کرد ای به الله چی کرده؟ شرک آورده. بعضی کسا میگه این گپا بسیار عادی هست. چطور عادی هست؟ رسول الله میگه شرک است، تو میگه عادی هست. رسول الله میگه کسی که نمی چیزا رو در گردن خود موره اویزان کرد، تار اویزان کرد به خاطر بلا رفتن، در دست خود کره را کرد، در انگشت خود یگان چیزا را به این نیتی که ایره حفظ میکنه، از بلا ایره نگاه میکنه، ایره شفا دهنده هست، ایره خلاص کننده، در این صورت این نفر
رسول الله میگه که من علق تمیمتا فقط اشرک. در حدیث دیگه میگه 10 نفر آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله. خوب دقیق باشه. 10 نفر آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، یا اردهشان مشرک بودن. آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، گفتن ما میخوایم که بیعت کنیم به اسلام، مسلمان شویم. رسول الله صلی الله علیه و آله 9 نفر از یاد دست داد. نفر دومی که پیش شد، رسول الله دست خدا گرفت، پیش نکرد. صحابه گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این میخواد که مسلمان شوه. رسول الله صلی الله علیه و گفت که در شانه از یک تومار است. تا وقتی که تومار از شانه خود سو نکنه این مسلمان شدن نمیتونه. اولی رو سو پرته باز باده. این نفر مچم که تومار به تخته چوب بود، بعضی کسا در شانش نامای کرکبیل و خرخبیل و نرنبیل و این چیزها را نوشته میکنه. دیروز همیشه یک برادر بود، یک دانه تاویز واز کرده بود، امروز به خلم نامده برای من نشان داد. بسیار شرکیات یه پاره چی میکنه. وقتی که گرفت همین تومار خدا وسو انداخت، باز رسول الله هم دست خدا برش نزدیک کرد و گفت حال بیعت کنین. و او شخص گفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی وقتی که ما این روایاتی احادیث هم میخوانیم، باید بفهمیم که چرا رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانی یک نفر قبول نمیکنه و بر ما بسیار بعضی مسائل عادی معلوم میشه. چرا این کسی که این تومار اینجا آویزان میکنه، این را مالک متصرف عقیده میکنه که این در وجود ما تصرف داره. خب بعضی کسا تصرف به حیوانات و پرنده ها میدن. یک کفتر اعلام میکنه، ای چرا؟ والا کفتر اعلام میکنه، میگه که من میخوایم سفر کنم. این کبوتر مالک متصرف از عالم غیب است. برای من بیان میکنه که سفر من خوب است یا خراب. کفتر جاهلیت اعلام میکردن، اگر طرف راست میرفت میگفت سفر میکنیم، سفر بی خطر است. اگر طرف چپ میرفت، خب پرنده را اعلام کو بیچاره یا راست میره. اگر برش بویی که درباره سفر ما چی خبر داری، میگه تو چقدر بی عقل هستی. کاش که می عقل تو را به من میدادم، این دم به من را برای تو. من خواهد عقل ندارم، پرنده هستم. حیوانات اعلام میکردن که حیوان میتونه که مالک متصرف باشه. بعضی کسا او توتک که میگه بازور چی میگن که این خبر آورد، خبر خوش. او توتک بیچاره گشنه ماند، البته بعد دانه کلکین شیشه که از بهش کدام دانه بده. لا این کدام خبر خوش آورد. پس تصرف الله را به چی میتن؟ این کفتر غرض نگیری که اگه این کفتر غرض گرفتی جای به جای میکشیده. این حالی کلش شرک هستن در چی؟ در تصرف. ولی متاسفانه بسیاری کسان نمیفهمه و بعضی کسان نمیفهمه و نمیخواه که بفهمه. باز روزی که از این دنیا در شرک کفر رفت، باز میگه سای والا من جاهل بودم و من نمیفهمیدم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنی کنت ترابا. باز بسیار یا لیتا و یا لیتا گفته میره، او باز به دردش نمیخوره. بعضی کسا ادعای نفع و ضرر به مخلوقات میکنن. بعضی اوقات بعضی کسا وقتی که میامدن برای صحابه میگفتن آلا ای بوتا نزنی، چرا؟ اگه ایره بزنی درت میده. صحابه هم صاحب که یک دفعه تبر میگرفتن، صاحب کله بوتش اون طرف مینداختن. این حال بعضی کسا برای بعضی مخلوقات مالکیت الله را میتن که اینی قبر مالک متصرف است. ای بر من نفع میرسانه، ای بر من ضرر میرسانه. یک وقتی در هندوستان رفتیم، در مومبای میگفتن شهر بمبئی، یک دو تا ترجمان داشتیم، اندو بودن. یک روز ما را گفتن بیا شما را یک جای ببریم، بسیار لوکس است. ما را بردن در داخل بحر در مومبای که است. اینجا بحر از داخل بحر یک دانه قبر است به نام حاجی علی. اونجا که ما رفتیم این دور، ما گفتم تو هم اینجا میری؟ گفت گفتم کیو تو ایدر چلته؟ گفت
इधर हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदू का कोई فرق नहीं है. No differences between Muslims and Hindu. گفتم why no differences between Muslim and Hindu. تو چی میگی؟ چرا فرق نیست؟ مرا گفت please don't use your forces. گفت از زور کار نکی، استدلال بکن کتبه. گفت بیا من تو را میبرم. وقتی که رفتیم گفت اما کارهایی را که ما مسلمانای هندوهای هندوستان پیش بت میکنیم، عین کارها را مسلمانای هندوستان در پیش نمی قبر آجیلی میکنن. گفتم مثل چی؟ گفت مثلا ما گرد بت طواف میکنیم یا گرد می قبر طواف میکنه. ما گرد بت الوا میخوریم یا گرد قبر الوا میخوریم. ما میتایی میخوریم یا میتایی میخوریم. ما تار در جسم بت میگیریم یا در قبر یک تار میگیره باز تارا که قیچی میکنیم در گردن و شکای خود میپرتیم یا ما این کارا میکنه. ما از بگوان دختر و بچه میخوایم یا از آجیلی امیر میخوانم. ما پیش بگوان خواندن میکنیم، قوالی میخوانیم یا پیش آجیلی قوالی میخوانیم. ما از بگوان بچه و دختر میخوایم، اینا از آجیلی بچه و دختر میخواین. آجیلی بیا چه آدمی ہے، رام بیا چه آدمی ہے. تا و بی تا هم یک انسان است و هم یک انسان است. منتها از انسان ما و شما، ما صدقاییت انسان شما چی است؟ خوکدگی است. اگر ما کردیم مشرک هستیم، کافر هستیم، باز شما که کردیم مسلمان هستین، خوب مردم هستین. ایده کدام کتاب است؟ ما گفتم نه بیادری کارا را میکنم. یک مرد نشان بدم. رفتم که دو تا زنا سر خود سر قبر آجیلی ماندن و برش میگه آجیلی بچه دیده و یه آجیلی او که مایوس تریگر سے سوالی نگایا. گفتم است you are professor. باور بکن ما پیش هیچ کس بند نمانده بودیم، پیش بند ماندم چون برام عملا نشان داد. گفت ما درباره افغانستان گپ نمیزنم. I'm not talking about Afghanistan. I don't know how kind Muslim is in Afghanistan, but I'm talking about my country. This is in my country. So you are professor. You can compare between Muslims and Hindu in India. گفت ما درباره مسلمان افغانستان نمیفهمم. زد افغانستان مسلمانان په باره نپوهیږم. خود هندوستان که هم دغه سیدی. همه کارونه چې مونږ وندوان د بتانو په مقابل کې د مسلمانان چې دي، همه کارونه د مقابل دغه درگاه کې کوي. دوی درگاه ورته وایي. یک مندر ہے، یک درگاه ہے. No difference between درگاه و مندر. آجیلی بی اچه آدمی تا؟ گفت ما میگم آجیلی هم آدم خوب است و رام هم آدم خوب بود. پیش ما رام خوب آدم است، پیش شما آجیلی خوب آدم است. رانگ نمبر تلفن الله را برام بدین. و خالق را که شما پرستش میکنین. چند است نمبر تلفن الله؟ 2 4 4 3 4. 2 رکعت نماز فرض صبح بر الله بخوان. 4 رکعت نماز فرض پیشینه به الله بخوان. واسجد واقترب. سجده کو به الله نزدیک هستی. اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. الله میگه پس اجابت مرا بکنین. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیارین. چه قسم میگی به ایمان؟ یونس 106. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقتی که ما این گپا را میگیم باز بسیاری کسا میگه شما ایره از دلتان گفتین، ایره کس نمیگفت. یعنی میخواین پیغمبر متهم بسازن، صحابه را متهم بسازن، تابعین متهم بسازن، تبع تابعین متهم بسازن، علمای بزرگ جهان اسلام متهم بسازن که یا هیچ وقت نمیگفتن. این گپا را شما میگین. نه خیر برادر عزیز، الله متعال در قرآن گفته و تمام علمای اسلام اینمی قرآن تفسیر میکنن. اگر حنفی است، اگر شافعی است، اگر حنبلی است، اگر هر مالکی هست، اگر سلفی هست، اگر در هر گروه و هر جایی که هست، کلش که ببینی اینمی قرآن عظیم شان کلشان تفسیر میکنه. این آیت قرآن چی میگه؟ میگه که ولا الله متعال میگه ولا تدعو من دون الله، دعا نکو، طلب نکو، تقاضا نکو بغیر از الله. سیکو اینجا من دون الله گفته، بغیر از الله. هر کسی که باشه، از ملائکه نخوای، از پیغمبر نخوای، از نبی نخوای، از ولی نخوای، از چوب و درخت و حیوان، از هیچ چیز نخوای.
کلی از اینا در من دون الله داخل هستن. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. بغیر از الله از کسی دیگه چیزی را طلب نکن، نه برات یا نفع رسانده میتونن و نه هم ضرر. آیت قرآن است. این وقتی که را خواندی باز میگه شما افراطی هستین، شما اکستریمیست هستین، شما فاندامنتالیست هستین، شما بنیادگرا هستین، شما فلان هستین فلان هستین. خب تو چی هستی؟ بخوانی آیت قرآن خیلی خود ترجمه کو. الله متعال میره میگه تمام علما خب ما نمیره در مدرسه ما که روز در مدرسه دارالعلوم عربی کابل صنف 9 10 11 12 13 14 کل استادای ما علمای احناف بودن، علمای بزرگوار بودن، اینمی قرآن بر ما درس دادن. پیش از اونا خواندی چی میگفته؟ الله متعال میگه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. بغیر از الله کسی دیگه طلب نکو، دست دعا را به بارگاه مخلوق بالا نکو، ولو کی مخلوق ملائکه باشه، ولو کی مخلوق پیغمبر باشه. لا ما لا ينفعك ولا يضرك. ما يستطيع ان ينفعك وما يستطيع ان يضرك. دم خارجم که ما رفتیم استادای ما مالکی بوده، در مذهب مالکی بودن، همون بر ما میدرسه ما لا ينفعك ولا يضرك يا بني لا ترفع يدك الى المخلوق، ارفع يدك متجها الى الله سبحانه وتعالى، قل يا الله. دست به مخلوق بالا نکن، لازم مخلوق بارگاه ما پورته کوا، ولو چې د مخلوق پیغمبری ملائکه‌ای. ابراهیم علیه السلام در لحظه‌ای که در آتش منداختن جوان از فتن یقال له ابراهیم، وقتی که ابراهیم علیه السلام در آتش منداختن جبریل امین علیه السلام پیشش میاد یا ابراهیم ای ابراهیم علیه السلام، ای جوانی که تو را کلگی در آتش میپرتن چیز میخوایی؟ ابراهیم علیه السلام گفت بله میخوایم لکن از تو نمیخوایم. میخوایم مشکل دارم لکن از تو نمیخوایم، تو هم مثل ما ور مخلوق هستی. الله متعال گفت قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. پس الله متعال اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت. خب اگر کسی میفعل کرد، یک کسی پرسان میکنه خب یا الله اگر یک کسی امی کرد دست دعا را به مخلوق بلند کرد چیست نتیجهش؟ الله متعال میگه اگر این کار کردی فانک اذا من الظالمین، از جمله ظالمان هستی. در روز قیامت در جمله ظالمان ان الشرک لظلم عظیم. شرک چی است؟ ظلم عظیم است. و این یمسسک الله بدر، اگر الله برساند بر تو کدام ضرر را فلا کاشف له الا هو. سبحان الله، کاش که مردم قرآن میخواندن. بعضی کلمات وهابی و مچم پنج پیری و مچم چطورکایی و چرانکایی بعضی کلمات نمیگفت. میگفت هو سماکم المسلمین، نام ما و شما را الله چی مانده؟ مسلمان. پس وقتی که میگن الله متعال میگه که و این یمسسک الله بدر، اگر یک سوال میکنه میگه یا الله ما مشکل دارم، یک درد دارم، سختی دارم، مرض است، مشکلات زیاد دارم، در حالت سخت قرار دارم، چی کنم؟ الله متعال میگه که در حالت سخت هم که و این یمسسک الله بدر، اگر الله بر تو یک مصیبت و یک ضرر برسانه فلا کاشف له الا هو، اینمی مصیبت امی درد امی سختی از تو دور کردن نمیده الا هو. کی؟ الله. سگه قرآن چه خوب شیرین میگه، ولی که قرآن از میشانه بر مردم تفسیر کنید 25 قسم نام میمانه. والله بارشان در روز قیامت باز منتها ما میگیم به خاطر اینکه باز شما جوانان همین مردم باز نگه والا بر ما کس نگفته بود، باز تو نشه که باز در میدان نشه والا سم بر کس نگفته باشه. همونجا باز یک سیلی ما کم کشش کنی گفتیم گوش نکردی. الله گفته بود که گوش داری نمیشنوه دیگه. تو خواست تعصب و تکبر و مذهب پرستی و قوم پرستی و زبان پرستی و پشتو پرستی و فارسی پرستی خلاص نشده بودی. تو خواست عقل گرایی و ماده گرایی و مچم حیوان گرایی و فلانی گرایی، از تو خلاص نشده بودی که تو بیایی کتاب الله را قبول کنی. اگر تو حقیقتا به کتاب الله ایمان داشتی این کتاب الله هست. و این یمسسک الله بضر، که چیری کوم ضرر
ورسوی تات الله فلا کاشف له هیڅوک نشي کوی چې دا ضرر له تانه لرې کړي الا هو بغیر د الله نه. و این یریدک بخیر، اگر الله بر تو یک خیر بده، زندگی برات بده، صحت برات بده، عافیت بده، فلا راد لفضل، فضیلت الله را کس گرفته نمیتونه. اگر الله برات فضیلت داد، خیر برات خواهد، فلا راد، هیچ کس فضل الله را از تو گرفته نمیتونه. یصیب به من یشاء من عباده، الله متعال میگه میرسانه بر هر کسی از بنده های که خود که خواسته باشه. و هو الغفور الرحیم، الله غفور است و رحیم است، هم گناه ها را مغفرت میکنه هم میبخشه. درست است کل ما گناهگار هستیم، کل ما پیش الله روی سیاه هستیم، لکن گناهکاری و روی سیاهی خدا بریم به یک مخلوق ضعیف بگوییم و یا پیش خالق ذوالجلال و الاکرام، خالقی که رب العالمین است. که چیری مونږ ته څه مشکل پیدا کیږي، څه سختی پیدا کیږي، ایا مخلوق ته لازم خپل په دردو په مشکلاتو کې ده، او یا الله ته مراجعه وکړو وایي چې یا الله. در سوره رعد آیت 16 قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والارض، بگوی رسول الله صلی الله علیه وسلم رب آسمان ها و زمین کی هست؟ رب کسی است که مالک است و متصرف است. اونمو رب است که اینمی کائنات این مخلوقات خلق کرده، اونمو خالق است که دی تصرف داره، اونمو خالق است که را حفظ میکنه و اینمو خالق است که بر از این نفع و ضرر میرسانه. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من رب السماوات والارض، کیست رب آسمان ها و زمین؟ قل بازر جوابشان برشان بفهمان که اگر نمیفهمه برشان بگو قل الله ای رب السماوات والارض هو الله. اگر اینجا الله را مبتدا بگیریم خبرش میشه که الله رب السماوات والارض، الله هست رب آسمان ها و زمین، الله هست مالک متصرف. الله بر تو اولاد داده، امی اولاد الله اولاد را حفظ میکنه، امو الله هست که دی تصرف میکنه، بر ازی چشم داده، بر ازی دست داده، بر ازی عقل داده، بر ازی هوش داده. مالک کل ازی الله هست. کیست مالک عقلت؟ الله. کیست مالک قلبت؟ الله. این یک سوزنک در قلبت یک مشکلات پیدا میشه، از پیش 3 لک روپیه میگیره یک اندو، در هندوستان میری در طرفت که تو میدی. خوب قلب لوکس اوریجینال برای داده یک روز شکر کردی. این حال مالک متصرفی قلب تو کی است؟ الله. اللهم یا مقلب القلوب، همیشه دعا بکن، بگو یا ذاتی که این قلب تصرف تو هست، این تغییر میتی، ثبت قلبی علی دینک، قلب مرا در دینت، ایمانت، عقیده، توحید ثابت بگردان. چرا بسیاری کس هست خوب می باشه یک دفعه شیطان چیش میکنه، میبریش یک طرف. قل من رب السماوات والارض قل الله افاتخذتم من دونه اولیاء، آیا شما بغیر از الله دوستا گرفتین؟ الله متعال چی میگه؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضر. این کسایی که شما پیشش میرین، پیش از این مجسمه ها میرین، پیش از این بت ها میرین، بعضی کسا میره پیش حیوان سر خدا خم میکنه، پیش شادی سجده میکنه، پیش درخت میره، پیش از این میره. چی میگه الله متعال؟ میگه لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضر. یا برای خود فایده و ضرر رسانده نمیتونه، خودش برای خود زندگی داده نمیتونه، خودش برای خود چیزی داده نمیتونه، خودش رزق خدا نمیتونه داده. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. این دیروز ما و شما بخیلم خوانده بودیم، نه او چیز خوانده بودیم. خب دیگه چی هست؟ شرک در تصرف.
ادعاء تأثیر النجوم والکواکب والاسماء. بعضی کسات فکر ادعا میکنن که امی ستاره ها و سیارات اینا میتونن چی کنن؟ در زمین تصرف داشته باشن. اکثرا فالبینا کس، جادوگرا کس، ستاره پرستا، اصل ای کار از ستاره پرستاست، کسایی که پرستش ستاره را میکردن. اونمو ستاره پرستی آمده به نام تعویض نویسی و کتاب تعویضات. اکثرا کتاب های تعویضات سعی کنن ستاره هاست. اکثرا فالبینا چی میکنن؟ میگه بچه ایم تو که عاشق شدی ستاره تو خاکیست، لیلای ستارش آتشیست، اونجا ستاره جور شده باز او در زمین تأثیر میکنه. اینمی کفر است. مالک متصرف زمین کی رساخت؟ ستاره رساخت. ستاره رساخت. عن زید بن خالد الجهنی قال صلى بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاة الصبح. میگه رسول الله صلی الله علیه و نماز صبح بر ما در حدیبیه خواند. فی اثر السماء كانت من الليل. میگه امو نماز صبح خوانیم آسمانی که امو شب چی بود؟ ابرآلود بود، بارانی بود. فلما انصرف، وقتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و نماز خلاص کرد روی خود دار داد، اقبل علی الناس، روی خود به طرف مردم دار داد، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ میگه شما میفهمین که ربتون چی گفت؟ قالوا الله و رسوله اعلم. صحابه بسیار ادب داشتن، گفتن والا الله و رسولش میفهمه، ما نمیفهمیم، ما خو خبر نداریم. میگه میگه الله متعال گفت که اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. در بنده های من امروز صبح یک تعداد مسلمان شدن و یک تعداد چی شدن؟ کافر شدن. چه قسمی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فاما من قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بی و کافر بالکواکب. اگر کسی گفت که ای باران الله متعال کرده، ای به الله ایمان آورده و کافر به چی شده؟ به ستاره کافر شده. و اما من قال مطرنا بنوع كذا و كذا فذلك کافر بی مؤمن بالکواکب. اگر گفت که نه چی نمیگه ما با فلانی منزل از منزله های ستاره، این فلانی ستاره فلانی چیز برای ما باران روان کرد، این میگه ای کافر شد به چی؟ فذلك کافر بی مؤمن. الله متعال میگه که ای به ما کافر شده و ایمان به چی داره؟ به ستاره داره. این حالی ستاره شناسایی که تعویض میتن و از ستاره ها میگه ستاره تابی و آفتابی هست، ای هم کافر است و کسانی که پیش از اینا میرن و اقرار به زبان میکنن و تصدیق به قلب میکنن، اینا هم چی هستن؟ این کافر شدن به الله متعال. ستاره چیست؟ که بر ما نفع و ضرر برسه. بعضی کسا سیرا میگه اگر فلانی ما تولد شده باشه اتو میشه. یعنی چی؟ مثلا ما اگر ما عمل تولد شدی باز مثلا این قسم میباشی و اگر در صبر تولد شدی، این کلش ستاره شناسای هستن که به تقدیر الله کافر میشن و این کلش در شرک در ربوبیت است. سوم شرک و کفر در حفظ است. بعضی کسا در حفاظت چی میکنن؟ شرک میارن. مخلوقات والا یعنی مورگه که بگی در گردن بچیت پرتو که حفظ شود، اینی سنگه که بگی، اینی خاکه که از فلانی جای آوردی خورده، اگه بیا خورده وی در خاور واخله در خورده در بیا وخوره بیا در تا اولاد حفظی. اینی سنگه که بگی از اونو مچم فلانی جایی را که بگیری باز گشتم نمیگزید. یک روز که یک استاد منطقه ما رفتیم، بود منطقه بود، گفت خود این نفر گفت گشتم کشته. بچه استاد گفت الله من نمیفهمم. گفت خودش امیر آدم امی آدم گفت گندم چی گشتم کشته. حالا آمدن میگن اگه خاک از رو بگیری اینی استخوانه که مچم پای گرگه بگیری مچم تون میشه، اینی فلانی چیزه که بگیری، اینی موره را بگیری، اینی مورگه که بگیری. بعض خانم‌ها را بعض فالبینا یک کسی توبه کرده بود دیگه، فیصل خان، باز ما را گفتم مالی چه قسمت؟ گفت حالا ما خانم‌ها را بازی میدادیم
گفتم چه قسم بازی میدادی؟ گفت فرش میگفتیم که والا بعضی خانم‌ها زیاد، اکثر خانم‌ها یکی از مشکلی که خانم‌ها دارن همیشه سر شوهر خود دوست دارن، میترسن که شوهرم سر ما کدام خانم دیگه نکنه. از دوستی زیاد بازی خانم‌هایی که غریب از بیچاره قدر نمیره، بازوها که بسیار پیسه دار هستن بازی میره. باز گفت ما برای میگفتیم که من دو قسم موره دارم، یک قسم موره دارم که اون خر موره میگیم، یکی موره دیگه است اون مهر موره میگیم. این خر مورش که است این شوهرت مثل مرکب رو برات جور میکنه، این مهر مورش که است شوهرت برات بسیار وقت ایجاد محبت میکنه. باز ما گفتیم این مرور از کجا میکردی؟ ما فیصل قاری طاهر در پیش سینما پامیر همین قصه را میکردیم، تیر میشدیم دو طرف میرفتیم. مرا گفت خیلی استاد، همین فیصل گفت اجازه بده من گفت استاد برم من یک صدی مرا بده. قاری طاهر بهش یک صدی داد، صدی را گرفت رفت داخل منده. پس که آمد چند تا موره دستش بود، یک دانه موره قسم بود، دو سه دانه چند تا موره دیگه خورد بود. گفتم این چی هست؟ گفت اینمی صدر پر. من رفتم 3 4 تا 5 تا خرموره و مرموره خریدم. این موره یک قسم ساختمانکای عجیب غریب داره. گفت بازی رو ما برای خانما میگیم که این ما از کمر خر گرفتیم. باز اینی موره که از کمر خر گرفتیم، اینال خودت فکر کن همشیره جان برو یک دانه خر بخر. بازی خر کس نمیکشه، یک قصاب خرکش پیدا کو. این قصابای دیگه خب میگه ما نمیکشیم، میخوام مردار است چی است. بازو را میکشه، بازی را پوست میکنه، باز بالاخره کمر زیر پیدا میکنه، باز ستون فقراتش موره را میکشه. اینی کلش مصرف داره تقریبا 20000 30000 40000 میشه. خیرش از ما 100 روپیه میشه. اگه بر من میتی 200 فیس ماست، اگه نیک نمیتی هم 40200 میشه دیگه. اون 40000ش مصرف میشه، 200 چی است؟ گفت در حالی که کل مصرف چند بود؟ او 100 خب کلش بود 30 روپیه. شما کلیپایش یک دفعه سیل کنین، از این اینترنت استفاده مثبت بکنین، نوشته کنین در یوتیوب اعترافات یک تعویض نویس، سخنانش کلش براتون قصه میکنه. فلانی این قسم بازی میدادیم، مردا این قسم بازی میدادیم، زنا این قسم بازی میدادیم، مال مردم این قسم میخوردیم. حتی ایخو توبه کرد، کلمه خواند، رجوع کرد، حتی قصه هایی کرد که والا ما میشرمون که برای خواهرها برادرای ما در این مایک قصهشه بکنیم. یعنی قصه‌ای که او میکرد دیگه الله پاک حفظ بکنه. از این خاطر کوشش کنین که عقیده را در فامیلیتان، در خانمایتان اگر میخواین که ناموستان حفظ کنین، این درس‌های عقیده را هر دقیقی درس که است این دلارکی حساب کنین. فهمیدین؟ بعضی‌ها میگم استادایی که است و شاگردای خود $100 میده. اینمی درس ما راست میگه، از $500 هم قیمت است، 100 ناق میگه. این میره که نداشته باشی، سر ناموست هم تجاوز میکنه، سر فامیلت هم تجاوز میکنه، سر مالت هم تجاوز میکنه، کل پیسایت میره و بی خبر هستی و بسیاری کس میشه نمیخواد و در شرک کفر هم مبتلاش میکنه به خاطر ازی که کمر خر مالک متصرف جور میکنه. فهمیدی؟ اگه کمر خر کدام کمال میداشت او یک خوششتوکه که بیریش هم جاری است در سر شیشتر که چوب چخ قدم میریش او یکان محبت پیدا میکرد که چخش نمیکرد. از نیست متونه عقل برای چی است؟ یک خوششتوکه که شیشتر یک چوبک دستش هست نه اخ گفته میره او را میدوانه و او کمر از او یه چیز کردن نمیتونه. حداقل او کدام زور میداشت میره محبت پیدا میکرد که حداقل لطش خود نمیکرد. این حال بعضی کسا در محافظت به در حفظ مالک متصرف کی قرار میده؟ مخلوقه، حتی حیواناته. بعضی کسا اینمی کار برای جنها میکنه، برای جنها که ای جن میتونه زندگی بدید، ای جن میتونه مرگ بدید، ای جن میتونه شفا بدید، ای جن میتونه برات آسیب برسانه، در حالی که جن هم هیچ چیز کرده نمیتونه. جن هم هیچ چیز کرده نمیتونه، بدون حکم الله هیچ چیز کرده نمیتونه. و ما و شما که هستیم نمیفهمیم. اگر یک شیطان بخواه ما و شما را بزنه، یک ملائکه در پیش روی ما و شماست و یک ملائکه در پشت سر ما و شماست به نام حفظة الکرام. ما و شما را از آسیب های شیطان حفظ میکنه. چه وقتی این دو ملائکه وصول میشه؟ یک ملائکه به دست راست ما هست و یک ملائکه به دست چپ ماست. هر کدام ما و شما 4 ملائکه همراه خود داریم.
چه وقت این ملائکه از حفظ دور میشه؟ وقتی که در شرک و در کفر خودت مبتلا شدی. باز او وقت جن سر انسانهای بیدین خوب حاکمیت میکنن، سر بیعقیده بسیار حاکمیت میکنن. اما اگر کسی قرآن بخونه و معنای قرآن بفهمه و به قرآن عقیده داشته باشه، که همین خود شیطان بزرگ رجیم هم که بیای زورش به اون نمیرسه. خود شیطان واسه زورش نمیرسه. ببینین در سوره انعام آیت 128: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اینی کسایی که امرای جنها ارتباط دارن و با ارتباط گرفتن با جنها به دیگران ضرر میرسانن و بالاخره مطابق نقشه جنها حرکت میکنن. الله متعال درباره از اینا این آیت قرآن میگه. یک وقت یک کسی که امرای جنها زیاد ارتباط داشت، این تقریبا یاد من رفت که 20,000 بود، 24,000 نفر گفت، 22,000 نفر گفت. ما آمد یک تلویزیون، این در کشور عربی بود و اونجا مردم زیاد پیسه‌دار هستن. این مردکه آمد در تلویزیون اعلان شد، گفت که این جادوگر توبه میکنه و کلمه میخونه اثر. وقتی که آمد که سهل میگه یک ریش کلان داره و پیران سفید داره و خوب آمد عبا و قبای جور کردگی. پس آن که دیدیم که اینمی جادوگر است. این پرسان کردن که چرا خودت کلمه میخوانی؟ گفت به خاطر ازی که ما دمی 20 سال 30 ساله که تاویز میدادم و فالبینی میکردم و جادو میکردم، ما کافر بودم. درست است مردم مرا به نام شیخ صاحب و لقبای خوب بر من میدادن، لکن من کافر بودم. گفت چرا کافر بودی؟ گفت به خاطر ازی که جادوگر جن کتش تا وقت کمک نمیکنه که تا این کافر نشه. چه قسم کافر شد؟ گفت والا ما یک وقت جوان بودم. گفت امی جوان ها کس موتر بسیار خوب خوش دارن که اگر موتر 2018 رو ببینه بازگه به دانشان میره. دیدی 2018 یگان خانه لکس که ببینه و یگان لباس خوبه ببینه، یگان موی ببینه. حتی اگر دید که یک نفر مویای خودم قضا جور کرده، یهود و نصارا بازی رو دیگه رو سعی کنی که رفته پیش سلمانش چه کلمه رو میگن خط بکشم مثلا روی من تو بگو چی. گفت من وقت جوان بودم، زیاد پیسه و مال و خانه و موتر و گپا رو زیاد دوست داشتم. هر کاری که کردم که صبوری کردم گیر آمدم. خواندن کردم که تا خواندن شروع کردم گفت کلی از مجلس خیس رفت. در کلی چیز گفت چی ماندم؟ ناکام ماندم. بالاخره گفت یک کسی بر من گفتم که والا من میخوایم پیسه دار شم، حالا هر راه که میسنجم در کلش ناکام میمونم. گفت بیا من برات یک راه رو نشان میدم. گفت چطور؟ گفت برو پیش فلانی شخص یک جادوگر است. گفت که این جادوگر بر تو کمک میکنه. میگه من رفتم پیش از این نفر میگه یک ورق برام داد. این ورق که داد یک ورق است به نام چلکاف میگن اوره. یک روز من این چلکاف خواندم، میگه الله لا یکفیک انا اکفیک. بخونین یک کسی پیدا کرده میگه نوشته کرده کذالک و یکفیک و کفاک و چون 40 تا کاف ده استعمال شده و در این جمله گفت که الله لا یکفیک. همی جن میگه، همی شیطان میگه برش الله لا یکفیک، الله بر تو کفایت نمیکنه، انا اکفیک. این گپ ازی گفت برام امیر داد. گفت نمیره بگی و برو در زیرخانه در یک تاریکی خانه بشی ایره خوانده برامد. مثل که میگن قصیده پخته میکنه. میگه من رفتم در زیرخانه شیشتم که قصیده پخته کنم. چلکاف باید خوانده بری. منتها میگه من را گفت که اول وضو نداشته باشی، دوم غسل نداشته باشی، غسلت هم خراب کو، وضویت هم خراب کو، لباست هم چتل کو. در زیرخانه که میری بیخی برهنه کو خدا
لباسای طبیعی بکش، دم زیر خانه دم تاریکی خانه بشه. میگه من رفتم میبری خانه میرفتم. میگه 2 شیطانا آمدن. میگه من گفتم تو چی میخوای؟ میگه من برشون گفتم من میخوام پیسه دار شدم. میگه بابا بر من گفت که لوده جان کس برای کس مفت پیسه نمیده، کس یک قران بر کس یک نمیده. پروتکل اگه میکنی قرارداد میکنی برات پیسه میدم. میگه من برش گفتم صحیح است. گفت که نه تو سیمه‌ای قسمی نیست که تو آمدی برای ما تا دلت است که مفت کلازی از پیش ما چیز بگیریم. سام صفا ستره ما 5-6 بند پروتکل داریم. میکنی که ما قرارداد. میگه من برشون گفتم ما چیز قراردادن؟ گفت قرارداد اول ای است که با الله که خالق آسمان و زمین است کافر شوی. میشی کافر؟ میگه چون من پیسه دوست بودم، بسیاری کسا به خاطر پیسه کافر میشن. من گفتم صحیح است. بیا نه نماز میخورم نه روزه میگیریم نه دقیقه این شیطان خود اساس یک کمک. امروز نمازهای سنت نخوان، سبا نمازهای واجب نخوان، سبا روز نمازهای فرض نخوان، دیگر روز روزه نگی و دیگر روز ای ولا تتبعوا خطوات شیطان. بالاخره در چی میریشه؟ در کفر. میگه من بیاز در نماز در عبادات دیگه پاس سست بودم، تنبل بودم، پدرم 16 دقیقه لغت میزدم، در نماز صبح نمیخیستم. باز که میخیستم هم غم کردن. خب بالاخره میگه ایره قبولیم. او بر ما گفت شیطان گفت نه اینطوری که بر ما بگویی که والا من کافر شدم، نه قرآن شریف بیار پیشوری ما لغت کو که ما قناعت کنیم که تو راست گفتی. ما را کس بازی داده نمیتونه. بسیاری کس هست میگه من کافر بازی دادم و مچم، شیطان بازی دادم و مچم شده. او شیطان تو را بازی داده، تو شیطان بازی داده نمیتونی. او کافر تو را بازی داده. خب خلاصه میگه ایران کسش قبول کردم. گفت شرط سوم مایی است که ای تو شرط کردی، شرط سوم مایی است که هر کس پیشت میای از مراجعینت ایره باید کافر بسازی. برو نظر به فلانی ببر، برو یک دونه چیز بیار، بزسیا بیار، بزسیا را ببر در تشناب ذبح کو، چون در خاکانداز تشناب که است جای شیطان ها می باشه. ما و شما وقتی داخل میشه میگیم اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. این کارا میکنم. گفت دیگه ایست که هر روز میری بسیار با لباس اما تو خوب از او که در چپن لکس پیدا نمیشه میپوشی، خوب قیافیت جور میکنی، در صف اول میشینی، خوب تسبیح 500 دانه‌ای میگیری، خوب در بین مردم اما تو دیگه بسیار ششتی. اگر دیدی کدام جوان یک کمک پای خود چاک ماندی، یک کمک دست خود بالا گرد در مسجد چپه میکنی. فهمیدی؟ اینی کارا را میکنی، خدا بسیار شیخ الحدیث جور میکنی و کل مردم خدا بسیار صفتهای عالی برای خود میدی میکنی. لکن باز 12 بجه شو روز خوی کار را میکنی، خود 12 بجه شو باز برای ابلیس سجده میکنی کارا. میگم من گفتم میکنم خلاص. خب حال ما نوبت ما میرسه. گفت شما چی میگن؟ گفت تو راست ببین ما بعضی راه ها را برای جور میکنیم بر تو مردم سر تو عقیده کنه کافر شوه پیسایش بگی. مثلا گفت چی میکنی؟ مثلا گفت یک کسی پیش تو میایه، تو خبر نداری که این نفر دیروز چی کرده، نامش چیست، نام پدرش چی است، لکن کتی این نفر که پیش تو آمده کتزی یک شیطان کت هر کس هست، یک شیطان کت هر کس هست و او شیطان نام ازیره، گزارش ازیره، دیروز ازیره، یک هفته پیش ازیره، یک ماه پیش ازیره، چون بر از اون معلوم است. گفت شیطان بر من گفت مثلا تو یک کار میکنی، تو در حالت کار کی میبینه؟ اول الله متعال میبینه، دوم این ملائکه که همراه تو هست اینا میبینن، سوم خودت میفهمی، چهارم اگه کدام رفیقت کرده است و پنجم این شیطان میفهمه. اینمی شیطان که همراه ازی هست این گزارش بر ما میده. ما که تو 2 نفر شیطان یک جای میکنیم، چون تو که ما قرارداد داری، 2 تا بادیگارد از طرف ما داری، اون نفر گزارشات بو شیطان از اون میگیره و کلش برای تو میده. وقتی که یک نفر آمد برش بگو الا چپ گپ نزن، من میفهم تو نام چیست، نام پدر چیست، نام مادر چیست، چی مشکل داری، چی سختی داری،
انسانایی که عقیده رو نمیفهمن فوراً خدا در پای تو میپرته که این عالم الغیب. صحیح؟ با اینمی کار اون نفر وقتی که قناعت کرد که تو عالم غیب هستی او کافر شد. صحیح؟ و او تسلیم تو میشه. این حال برش هر دروغی که بگویی او قبول میکنه. متوجه هستین؟ این به این طریقی نفر گفت که من بسیار پیسه پیدا کردم، بسیار دارایی پیدا کردم، لکن تقریبا 18,000 الی 20,000 یا 24,000 نفر گفت ما کافر ساختیم. عالم در تلویزیون آمدم به خاطر از که علما برای من گفتن که تو که توبه میکنی بخیز توبه تا عام برای مردم بگو که کسایی که به اساس تو و عقیده تو و فریب تو کافر شده واپس توبه بکن. این ما بر مردم میگم که مردم ما کافر بودم، ما به شیطان سجده میکردم، ما اینمی چالا را از شیطان چی کرده بودم، از این خاطر. اینال الله متعال اینی مردمایی که با جنها اینی کارا را میکنن، الله متعال چی میگه؟ و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که الله متعال همه از اینا را حشر کنه، جمع بکنه. یا معشر الجن، ای معشر الجن قد استکثرتم من الانس. بعض علما میگه شما بسیار انسانها را هلاک کردین ای جنها. ای جنهایی که شما مسلمان نیستین، چون جنها مسلمان هم دارن، ما که جنهای مسلمان مشکل نداریم، جنهای کافرش که اونا شیطان هستن. و قال اولیاؤهم من الانس، باز دوستای از اینا از انسانها که دوستای همی شیطانها هستن، ربنا استمتع بعضنا ببعض، بعضی ما از بعض دیگه خود چی گرفتیم؟ لذت گرفتیم. این علما چی میگه؟ میگه استمتع فالجنی و استمتع بالانسی، جن از انسان چه قسم استفاده میکنه؟ بالخضوع له و طاعته و طاعته، بالخضوع له و طاعته. انسان شیطان چه قسم از انسان لذت میبره؟ که انسان به تسلیم میشه، به او طاعت میکنه، به عوض سجده به الله سجده به جن میکنه، به عوض کمک گرفتن از الله کمک از جن میخواه، از شیطان میخواه. و انسی از جنهی چه قسم استفاده میکنه انسان از جن؟ چرا که او برش خدمت میکنه، مثل که اون نفر جنها را گفتیم که باز و یحضر له ما یرید، برش هر چیزی که خواسته باشه برش این جن میاره. متوجه هستین؟ این کارا را میکنه. ایناله وقال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، بعضی ما از بعضی دیگر ما بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم. و بلغنا و رسیدیم اجلنا الذی اجلت لنا، به مو اجل و همو وقتی که تو بر ما اجل ما را تعیین کرده بودی به اجل خود رسیدیم. الله متعال میگه، قال الله متعال برشان چی میگه؟ النار مثواکم، آتش دوزخ جای کلتان است، ام از شیطانهای انسانی و ام از شیطانهای جنی. خالدین فیها، خطا میخورم میگن دائم دمی دوزخ هستن. الا ما شاء الله، مگر کسی که الله، مگر آنچه که الله بخواد. ان ربک حکیم علیم، الله متعال بسیار با حکمت است و بسیار عالم است. از این خاطر ببین الله متعال چقدر ذات مهربان است. تمام مشکلات و دردای ما و شما را، تمام امراض فکری و اعتقادی را بیان میکنه. وقتی که تمام از اینا را بیان کرد، باز الله متعال چی میکنه؟ وقتی که هم از اینا را بر ما و شما بیان کرد، باز ما و شما را عقیده توحید درسته بر ما یاد میده. دیگه شرک و کفر در اعطای شفا هست. بعضی کسا شفا را به عوض که از الله بخواین. ما و شما خواندیم که ابراهیم علیه السلام چی میگفت؟ و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شدم کی مرا شفا میده؟ الله. بعضی مردم هست مثلا میگه پیش از این بت میریم، این بت مرا بچه میته، دختر میته، بچه مریض از جورش میکنه، این میکنه. بعضی ها به قبرها میرن که صاحب قبر میتونه شفا بده، این دندان مجور میکنه، این مچم مویای مجور میکنه، این کله کلت مجور میکنه، این مچم بینی را جور میکنه، این مچم کمر را جور میکنه، این چطور میکنه؟ سر هر کدامش یک نام ماندن. پس این شرک است در چی؟ در طلب شفا. دیگه شرک و کفر در تدبیر است. ای که یک کسی مثلا به امرای الله یک کسی دیگه چی میکنه؟ مدبر میسازن. مثل که مثلا مجوسی ها میگفتن که یکی خدای خیر است که این تدبیر آسمان ها را، خیرها را او جور میکنه، و یکی خدای شر است. خدای خیر میگفتن یزدان است و خدای شر اهریمن است. میگفتن یا خوب و خرابی را تدبیرش اینا میکردن. ستاره پرستا میگفتن که این کائنات که است، تدبیر از این امور کائنات چی میکنه؟
میگفتن که ایره خو تدبیر و تنظیم ازیره ستاره ها میکنن. و به می قسم بعضی انسان ها هستن، بعضی مخلوقات دربارش زیاد افراط میکنن که فلانی شخص این آسمان تدبیرش جور میکنن، فلانی زمین جور میکنن، فلانی کابل میکنن، فلانی مزار میکنن، فلانی جای میکنن. اینی هست. ششمی شرک و کفر در امر و نهی است. شرک قانونگذار هاست. این قانونگذارهایی که در امر و نهی الله اینا مداخله میکنن، ضد امر الله اینا قانون دیگه جور میکنن و از آن چی که الله نهی کرده از او قانون دیگه جور میکنن که او را شوه. مثل که یک وقت ما در ترکیه رفتیم، اتاتورک وقتی که در ترکیه کفر خدا آورد، او فقط حلال الله را حرام کرده و حرام چی کرده؟ حلال کرده. متاسفانه. دیگه شرک کفر در تقدیر است که بسیاری کسا در تقدیر خود، بعضی از فالبینا و جادوگرها هستن یا مردم میگن که من میتونم که تقدیر تو را تبدیل کنم، میتونم زندگی تو را تبدیل بکنم، مشکلاتی که سر تو میای او را تبدیل بکنم، دختری که بر تو پیدا میشه رو من میتونم بچه بسازم. در حالی که ما شما در آیات قرآن خواندیم که الله متعال بر یکی بچه میته، بر یکی دختر میته، بر یکی اردوش میته، بر یکی هیچ نمیته. خب دیگه شرک و کفر در ترزیق است، رزق دادن است. بعضی کسا میگه بل فلانی مخلوق است رزق ما را میده، اگر امریکا نباشه ما صاحب تباه میشیم. این هم هست که ما را رزق و روزی میتن. این هم یک نوع شرک و کفر است که به صفت رزاقیت الله اینا کافر میشن. و دیگه شرک در تربیت و هدایت است. بعضی کسا هدایت بغیر از کتاب الله در دیگه چیزا هدایت طلب میکنن. والا فلانی فیلسوف بسیار خوب نظریات داره، فلانی فیلسوف میتونه ما را تربیت بکنه، فلانی چیزاست، یا مثلا پدرای خدا و اینا را چیز میکنن. شرک در زنده کردن و میراندن بود، اینا خلاص میکنم. دیگه شرک در تشریع و سیادت است، در شریعت گذاری که در این بسیاری کسا مشرک میشن به عوض از که شریعت الله برش تعیین کنه، این میخواد مخلوقات برش تعیین بکنه. دیگه شرک و کفر در پناه جستن است که ما و شما خواندیم که الله متعال برای ما و شما گفته بود که شما پناه به کی برین؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. بعضی از انسان ها به کی پناه میبرن؟ به جن ها پناه میبرن. دیگه اینی اقسام چی بوده؟ این تقریبا یا شرک در افعال الله متعال بود. دیگه چیزی که هست اینجا آسان‌تر امیر بگیم که امی خلاص شود، چرا ما و شما زیاد دمی بحث زیاد تال خوردیم. نه یکی تکیف است، یکی تمثیل. این آسان است. تکیفی است که بعضی کسا در افعال الله کیفیتش بیان میکنن. ما و شما میگیم که ما به افعال الله با کلش ایمان داریم، چیزی که در قرآن آمده. کیفیت داره افعال الله، لکن کیفیتش ما نمیفهمیم. آمنا و سلمنا. الله متعال استوا کرد، بله. چه قسم کرد؟ اما قسم که به جلال عظمت شایسته هست، ما ایره کیفیتش مداخله نمی کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که او مربوط غیب است، او مربوط به عقل نیست. ما در غیبیات از چی استفاده میکنیم؟ از قرآن و سنت، و در او عقل خدا داخل نمیکنیم. بعضی کسا که در این مسائل عقل خود داخل میکنه و در غیبیات از عقل خود گپ میزنه، این تکیف اینه میگن، یعنی کیفیت پیدا کردن بر غیبیات. هر چیز غیبی که باشه، مثلا در ذات الله، در افعال الله، در صفات الله، این تکیف باید ما شما نکنیم. دیگه تمثیل چی است؟ این شرک تمثیلی را میگن که بعضی کسا تشبیه میکنن خالق با مخلوق یا مخلوق با خالق تشبیه میکنن. این هم شرک تمثیل است. از این خاطر انسان مسلمان امی آیات قرآن عقیده می داشته باشه که لیس کمثله شیء. الله متعال هر فعلی را که در قرآن و سنت برش نسبت داده شده، خودش بر خود نسبت داده و بیان کردن، ما ایمان داریم و تسلیم شدیم، لکن با فعل مخلوق او را تشبیه و تمثیل نمی کنیم. چرا؟ فعل ما با عاجزی ما تعلق داره و فعل الله با عظمت و قدرت الله تعلق. تکیف یعنی دی الله دی افعال و دی پارا کیفیت بیانه ول، سرنگوالی بیانه ول. مونگ فقط دی الله پا افعال سچ پا قرآن و سنت که ده ایمان لرو، کیفیت بانده نپویگم. کیفیت لری به کیفیت نده چه سرنگوالی نلری لری، خب مربوط دی غیب ده مونگ نپویگم. والله اعلم. او تمثیل هم داده چه دی الله افعال دی مخلوق افعال سره یا دی مخلوق افعال دی الله افعال سره تشبیه او تمثیل او هم مثل نگنو. الله متعال
په قرآن کې وایي چې لیس کمثله شیء، هیڅ مخلوق د الله په شان نه دی. د الله خاص افعال ده چې د الله په جلال و عظمت دلالت کوي. د مخلوقی افعال ده چې د مخلوق عاجزی ده. مثلا ما مخلوق هستیم، مثلا یک نفر احیانا دو نام می باشه، هر دویش هم به مخلوق استعمال میشه هم به خالق. مثلا عالم هم به الله گفته شده، عالم هم به مخلوق گفته شده. لکن علم الله علم شامل است، علم کامل است، علم غیب است. علم مخلوق چی است؟ قاصر است، ناقص است، کم است، ضعیف است، احتیاج به مکتب داره، احتیاج به مدرسه داره. ما چرا مکتب خواندیم، مدرسه خواندیم، پانتون خواندیم، ماستری گرفتیم، میره گرفتیم، لیسانس گرفتیم؟ این به خاطر چی است؟ به خاطر که ما مخلوق هستیم، عاجز هستیم. اگر همین درس‌ها را نمی‌خوادیم ما هیچ چیزی نمی‌فهمیدیم. بنابراین علم ما علم محتاج است، اما علم خالق علم ذات ذوالجلال هست که از همه چی والله غنی عن العالمین. متوجه هستیم؟ پس القسم الرابع بعضی کساست که ازدیاد و بعض الافعال لله سبحانه و تعالی. متاسفانه بعضی کسایی که عقیده را درست نمیفهمن، اینا بعضی افعال به الله از دل خود جور میکنن و نسبت میتن. مثلا یهودیا بیادبی کردن و گفتن العیاذ بالله گفتن الله بخیل است. یهودیا گفتن ید الله مغلوله. چی معنی؟ گفتن العیاذ بالله، گفتن دست الله بسیار کوتاه است. چی معنی دستش کوتاه است؟ یعنی منظورشان این است که بخیل است. ان الله فقیر و نحن اغنیا. گفت الله العیاذ بالله فقیر است، ما غنی هستیم. الله زکات میخواد، پس الله فقیر است، ما غنی هستیم. اینی فقیر بودن و متوجه هستین، بخیل بودن و عاشق بودن و معشوق بودن و خمار بودن و اینیا را که بعضی کسا به الله متعال ای افعال اضافه میکنن. ای افعال مخلوق به الله متعال وقتی که میتن، بعضی افعال مخلوق خوب است، بعضیش زشت است. افعال مخلوق خوب و زشتش باید به الله نسبت نتیم. وقتی که اینی کار کس زیاد میکنه و میتن، بر از اونا چی مشکل پیدا میشه؟ مشکل عقیده و بیادبی پیدا میشه. از این خاطر الله متعال سر یهود چی کرد؟ لعنت خدا نازل کرد. به خاطر چی که بر الله متعال صفات و افعالی را قائل شدن که الله متعال از او پاک و منزه است و الله متعال بر خود را نسبت نداده بود. اینمی بود آخری بخش درس ما و شما درباره چی؟ درباره نواقض توحید ربوبیت. درس آینده ما و شما فردا بخیر شروع میکنیم.